عکس ما توی استانایی که سایزشون کوچیکه چه شکلی میشه؟ این یکی از پرتکرارترین سوالات شماست و امروز من رفتم یه مقداری از عکسایی که داشتم و پرینت گرفتم و به شکل خود نقشه در آوردم، اما بعدش خواستم که مثل شما این کار رو انجام بدم و منصرف شدم. ببینین اینجا ما تکه دریای خزر رو داریم که من عکسم رو طبق تکه پازلی برش دادم و میبینین که خیلی خوب و دقیق برشش در اومده. حالا میخوام به شما راه‌های مختلفی که میتونین این کار رو انجام بدین آموزش بدم. ما به یه زیردستی محکم و سخت احتیاج داریم. من از یه تیکه چوب MDF خام استفاده میکنم. عکسامون تکه پازلی و یه تیغ کاتر کوچیک که اینجا داریم میبینین مثل این دسته همه فروشگاه‌ها دارن. تکه مربوط به استان رو روی عکس قرار میدیم، با یه دستمون محکم نگهش میداریم که تکون نخوره و با دست دیگمون با استفاده از تیغ کاتر شروع میکنیم دور تا دورش رو به آرومی با صبر، حوصله و دقت. اصلا نباید عجله کنین چون یا دستتون رو میبرین یا عکس رو خراب میکنین. پس با صبر کامل شروع میکنیم به برش دادن عکستون. همچنان تکه رو نگه میدارین و دور کاغذ رو بلند میکنین. ببینین در پایان ما یه همچین کار تمیز و مرتبی رو داریم. شکل هرمزگان سخته و ما نمیتونیم عکسمون رو روش بذاریم. این هم یکی دیگه از سوالات شماست. شما میتونین حتی 2 یا 3 تا عکس اینجا بذارین. حالا شما اصلا کار با تیغ کاتر رو بلد نیستین و میخواین از یه روش دیگه استفاده کنین. توی این روش هم دوباره عکستون رو میارین، تکه پازلی رو به این شکل طبق ویدیو برعکس از پشت عکس میذارین روش و دورش رو با مداد یا خودکار یا هر چیزی که برای شما یه علامتی جا بذاره خط کشی میکنین. تکه رو بردارین و بعد با هر نوع قیچی که دارین شروع کنین به آرومی با دقت و حوصله خطی که کشیدین رو برش بدین و این میشه نتیجه کار شما. حالا میخوام عکسامو بچسبونم به تکه پازلی و توی نقشه قرارش بدم. از چه نوع چسبی استفاده کنم بهتره؟ اگر شما روی کاغذ لیبل دار پرینت بگیرین، چون پشت این کاغذ خودش چسب داره، هیچ نیازی به چسب دیگه ای ندارین و به آسونی میتونین عکستون رو روی تکه بچسبونین. اما اگر از عکسای معمولی استفاده میکنین و یا پرینتتون رو روی کاغذ آچار معمولی گرفتین، بیایم با هم امتحان کنیم ببینیم چه چسبایی چجوری هستن. اولین چسب 2 طرف است. میایم یک تکه از این چسب رو برش میدیم و میچسبونیم روی تکه پازلی. کاغذ روش رو بر میداریم و عکسمون رو با دقت به همون اندازه‌ای که تکه هست به همون شکل روش میچسبونیم و میبینیم که کاملا چسب شده و هیچ مشکلی براش پیش نیامد. چسب بعدی چسب شیشه‌ایه. چسب رو به حالتی که توی تصویره میچرخونیم و بعد روی تکه پازلی میچسبونیم. اینجا چسب من بزرگ بود و مجبور شدم که قیچیش کنم و نصف دیگه‌ش رو روی بخش دیگه‌ای از تکه قرار بدم. و حالا با همینی که داریم ما میایم عکسمون رو روش میچسبونیم. کاملا مشخصه که این چسب اصلا مهار نمیشه، مرتب یا به تکه میچسبه یا به عکس میچسبه و در نهایت هم بین عکس و تکه یک فاصله ایجاد میکنه که اصلا قشنگ نیست و کاملا پیداست. پس این چسب کلا کنسله. چسب بعدی چسب ماتیکیه. ما میایم از این چسب مقدار لازم روی تکه‌مون میچسبونیم، نه جوری که لخته بشه، خیلی تمیز و مرتب، و بعد عکسمون رو روش میچسبونیم و در پایان ببینین که این چسب هم خوب جواب داد و هم خیلی عالی و تمیز چسبید. چسب بعدی که میخوایم امتحان بکنیم چسب قطره‌ای یا چسب 1 2 3 یا هر نوع چسب قطره‌ای دیگه ای. از این چسب یه مقدار خیلی خیلی کمی روی تکه‌مون میریزیم. بازم میگم باید چسبتون خیلی کم باشه جوری که لخته نشه، یعنی یک گودی و یا برجستگی روی عکستون پیش نیاد. و ببینین اینم باز خوب جواب داد و عکسمون به تمیزی روش چسبید.